پادشاهی از بنی اسرائیل گودال‌های حفر کرد و مملو از آتش کرد و مردم در آن میانداخت و میسوزانید. چرا چنین میکرد؟ الله متعال در سوره مبارکه البروج چه زیبا میفرماید: قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. مرگ بر صاحبان گودال‌ها، همان گودال‌های مملو از آتش. این شاه، این ملک چرا چنین میکرد؟ بین به اول داستان باز بگردیم. روایتی که در مسلم داریم و همچنان ترمذی آن را با اضافات آورده است، در بنی اسرائیل پادشاهی بود که ملک و سلطنت او به اساس سحر جادو استوار بود و خودش معبود و الهی مردم معرفی میکرد. اما طوری که نمرود و فرعون خودش خدای مردم معرفی میکرد و مردم به ذلت و خواری کشانیده بود. در قرآن میخوانیم فرعون می قال انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم. این پادشاه در بنی اسرائیل نیز چنین یک شعار میداد: من خدای برتر شما هستم. از قضا بزرگ جادوگران احساس کسالت میکرد و آهسته آهسته فکر میکرد که روزای آخر زندگیش است. به نزد شاه رفت، گفت: از رعیتت یک جوان زیرک، دانا و هوشیار بر من روان کو که همین مدتی که من زنده هستم و احساس میکنم روزای پایان زندگیم است، من تمام علوم سحر جادو را به او انتقال بدم و او بیاموزم تا اینکه بعد از مرگ من نیز به کمک تو بیایم و به خاطر برقراری حکومتت معاون و دستیار تو باشه. شاه گفت: خیلی خوب. این علم که علم سحر جادو بود در قرآن میخوانیم، اونا جادو را به عنوان یک علم به دیگران تدریس میکردن. یعلمون الناس سحر، به مردم سحر تعلیم میدادن، جادو تعلیم میدادن. شاه یک جوان زیرک، هوشیار و دانا انتخاب کرد و فرستاد به سوی این جادوگر. این جوان زیرک و دانا همه روزه که به سوی جادوگر میرفت خیلی کنجکاو میشد، چهار اطراف خود میدید، اگرچه او را برحذر داشته بود از اینکه با افراد اشخاص دیگه غیر از جادوگر بنشینه. از قضا یک روز چشمانش به یک صومعه افتاد. صومعه راهبانه که یا عابدانه که پروردگار خود پنهانی عبادت میکردند در او زمان و خارج از این عبادت کرده خود در واقع به امور دیگه نمی پرداختند. این نوجوان داخل این صومعه شد. یک عابد دید. عابد از او پرسان کرد که را گم کردی؟ این نوجوان گفت: میخوایم بپرسم که اینجا کجا است و شما چی کار میکنین؟ این عابد در جواب این نوجوان گفت که اینجا صومعه است و ما معبود خدا پرستش میکنیم. گفت: آیا مراد از معبود شما همون پادشاه است؟ گفت: نه، اون مخلوق است. معبود ما الله است. الله یگانه است. اون ذاتی که زمین آسمان خلق کرده است، من تو را خلق کرده است، پادشاه را خلق کرده است، تمام نعمت‌ها را در دسترس ما و تو قرار داده است. سخنان این عابد در قلب این نوجوان کار کرد. بعد گفت: من دوست دارم که با تو بیشتر بنشینم، ولی مرا پادشاه امر فرموده است که من باید هر روز به نزد اون جادوگر برم و علم سحر جادو بیاموزم. پس قبل از رفتن به نزد جادوگر من به نزد تو میام سخنان بر من بگو که من بیاموزم، ولی من نمیدانم در جواب پادشاه و در جواب اون جادوگر چی بگویم. اگر از من بپرسه چرا ناوقت میایی؟ عابد برش گفت که اگر جادوگر پرسان کرد، ساحر پرسان کرد که چرا ناوقت آمدی، بگو که خانواده‌ام مرا به خود مشغول داشتن. و اگر خانواده دست تو پرسان کرد که چرا از نزد جادوگر ناوقت آمدی، بگو که مرا ساحر به نزد خود بیشتر نشاند و به خود مشغول داشت. مدت زیاد گذشت تا اینکه این ساحر وفات کرد، از دنیا رفت و این نوجوان علومی را از عابد و علومی از این ساحر و جادوگر آموخت. از قضا روز
از منزل بیرون میشه. یک ایوان خیلی بزرگ در مسیر راه مردم نشسته بود و مردم به وحشت انداخته بود. بالاخره وقتی که پرسیدن دیدن که مردم به هر سمت سو سراسیمه هستن، سنگ برداشت. این نوجوان سنگ برداشت، گفت پروردگارا، اگر سخنان راهب، سخنان عابد مورد رضایت توست و مورد پسند توست و حق است، با این سنگ این ایوانه از بین ببر. اگر سخنان این عابد مورد پسند توست و برای ثواب و صحیح و درست است، پس با این سنگ این ایوان از بین ببر. سنگ پرتاب کرد، به ناگاه ایوان از بین رفت و این نوجوان دانست که عابد به طریق مستقیم و صواب بوده است. مردم در حول این نوجوان جمع شدند و هر کس از او میخواست که مشکل مرا برطرف کن. الله متعال به این نوجوان کرامات داده بود، همانطور که به یک سری از بندگان خود میده. با اذن اجازت الله پیس، شل، ناشنوا، کور شفا میداد. هر کس از او پرسان میکردن که آیا این از امو علوم سحر است که فرا گرفته ای؟ میگفت نه، یه سحر نیست. پروردگار من، معبود من این کرامت به من عطا کرده است. مردم میگفتن مراد از معبودت شاه است، سلطان است، حاکم است؟ این نوجوان میگفت نه، او مخلوق است. مراد از معبود الله است. الله یک خالق تمام آسمان ها و الذی له ملک السماوات و الارض. آسمان ها و زمین در سیطره قدرت اوست. از قضا یک روز یک مرد نابینا به نزدش آمد، گفت مرا شفا بده تا بینا شوم. این نوجوان گفت من نمیتونم کار کنم مگر این که الله بخواه. گفت الله کیست؟ گفت خالق من و تو. گفت آیا شاه؟ گفت نه، مخلوق است، معبود حقیقی من و تو. دعا میکنم اگر او بخواه دوباره بینایی تا میده. دعا کرد و این شخص بینا شد. این فرد نابینا که بینا شده بود به نزد شاه رفت. شاه وقتی دید که بینا شده است گفت چی شده؟ گفت اون نوجوان بینایی مرا به اذن و اجازت معبودم بازگشتان. گفت به اجازت من؟ خندید، گفت نه، به اجازت الله، خالق تو، خالق اون نوجوان و خالق من. این مرد کشت. حاکم و پادشاه این مرد کشت. بعد گفت اون نوجوان دستگیر کنین. نوجوان دستگیر کردن. گفت توبه کو باز بگرد از آن چی که مردم در حول جمع کردی و گروپ به تو ایمان میارن. باز بگرد. گفت هرگز، ابدا. گفت ببرینش، بکشینش. هر کار میکردن شمشیر گلوی این نوجوان نمیبرید. بعد گفت ببرین بر فراز کوه، از بالای کوه بیاندازینش پایین. این نوجوان بردن بر بلندای کوه. کوه تکان گرفتن گرفت، لرزیدن گرفت. تمام افراد اشخاصی که این نوجوان قرار بود بیاندازن پایین افتادن جز این نوجوان. بعد به نزد پادشاه آمدن، گفت همگی از بین رفت جز این نوجوان. گفت ببرین در سفینه بنشانین، در وسط دریا، در وسط بحر بیاندازینش به آب، مگر این که توبه کنه و باز بگرده. نشاندنش به کشتی، بردنش در وسط دریا. موج عظیم آمد، همه را به بیرون پرت کرد جز این نوجوان. نوجوان باقی ماند. دوباره آوردنش به نزد پادشاه. فی کشتنش بازم نتونستیم که بیاندازیمش. نوجوان گفت اون ذاتی که قدرت و حاکمیت همه هستی در دستان اوست، هیچ وقت شما را نخواهد گذاشت که بر ما قدرت بیافین، مگر این که مرا بگیرین، ببرین، دستان مرا بسته کنین و یک تیر از تیرها زهرگین
به کمان بکشین و بگوین که به نام پروردگار این نوجوان، و بعد اگر به ما خورد بدانین که ما کشته خواهم شد. پادشاه دستور گفت چنین کنین. همه مردم جمع کردن و ایره بسته کردن و بعد تیر گرفتن و گفتن به نام پروردگار این نوجوان. شروع کردن به انداختن تیر و تیرها. در جسد این نوجوان اصابت کرد و به شهادت رسید. بعد مردم که دیدن حالت به نام پروردگار این نوجوان، جماعت ایمان آوردن. پادشاه دید که این مکر بود که این نوجوان به کار برد، حتی در مرگش سبب هدایت جمعیت انبوهی از مردم شد. بعد گودال‌های عظیم حفر کرد و این گودال‌ها را مملو از آتش کرد. الله متعال در این بارکی بروج چیزی با می فرماید: قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان گودال‌ها، النار ذات الوقود، اون گودال‌هایی که مملو از آتش بود، مملو از آتش بود. النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، آنگاه که در کنار این گودال‌ها نشسته بودند، در کنار این گودال‌ها نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و آن فعلی را که نسبت بر مؤمنان به الله متعال انجام میدادن، الله متعال بین شک که شاهد بود و اینا هم داشتن نگاه میکردن، و ما نقموا منهم الا، از این مؤمنان انتقام نمی گرفتن مگر این که الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر این که این طایفه ها و این مؤمنین به الله شکست ناپذیر و ستوده ایمان آورده بودند. دیگه کدام جنایت این افراد اشخاص انجام نداده بودند. در روایت است که یک طفلک با مادرش آوردن، میخواستن بیاندازن به این گودال. مادر به خاطر محبت و شفقتی که نسبت به کودک داشت مقاومت میکرد، زار میگیرست که ترحم کنین. میگفت توبه کنین از گفته هایتان، بگین نسبت به الله ما کافریم، با ایتان کار نداریم. ولی این مادر لذت ایمان چنان چشیده بود که کفر به الله متعال از این آتش بدتر بود. از این خاطر الله متعال سخن حق به زبان کودکش جاری کرد و گفت مادر جان بگذار که بیاندازن ما را به آتش، بگذارین که بیاندازن ما را به آتش. الله متعال پاداش های عظیم بر ما آماده کرده است. پس مادر را با این کودک انداختن به آتش. الله متعال در قرآن میگه از این مؤمنان انتقام نمیگرفتن مگر این که به پروردگارشان ایمان، الذی له ملک السماوات والارض، اون ذاتی که آسمان ها و زمین، از ملکیت آسمان ها و زمین از اوست. پس الله متعال از این واقعه ما را خبر میکنه. ترمذی روایت جالب میاره، اضافه میکنه گذشته از روایتی که مسلم میاره. میگن در دوران اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول الله جایی را حفر میکردن که جسد این غلام یا این نوجوان را پیدا کردن. دستش بر روی سینهش بود، در همان قسمت که تیر خورده بود. وقتی که دستش را بیرون پس کردن، خون دوباره فوران کرد. دوباره دستش را گذاشتن و او را دفن کردن. تا واقعی دیگه، السلام علیکم.